که بخوره همین آدم میگه که شما با مادرک شروع کرده چگه؟ چگه؟ سعی چگه؟ تمام بچه خاله من بله همسایه من بگه شماری من بگی شماری دارم بله شماری من بگی گای به من زنگ بزی چله؟ خود گوشی دارم تو چی کاری میده که من شما رو دور بگیرم؟ کی؟ ما این ملعه شما اون ملعه خب تو گوشی داری که چی؟ تو اکد ملایی؟ ملعه سخته همین شماره که ما میدی به دردم چی میخوره؟ کی؟ خب گای زنگ یعنی میگم شماره من شماره دارم داری تو صرافی که من تو زنگ زنم نه گوشی دارم الو میگم برو ما باشه برد تو سب کن نال به نانه خوزنگ میزنم بکن نه چی نمشته کده چی نمشته کده نانه گیلک نانه گیلک منم نانه من گیلکه اسم تو گیلکه این نانه منه سب کن ناله چکه بعد که بخوره شما سب کن نانه من حال جواب میده انه با خدا الو کوکا شما چه کاری؟ نانه منه شما اسم شما چیه لالا؟ چی میفهم برو نامره نه تو بابا الو رمضان خوبی برو خیلی سنی خیریات بخیری چی که پایت یار هستی خیریات سلامت باش کار میکنی باز همینطور حالا رمضان جان یک چیزی ماستم بگم روم هم نمیشه ارزش هم نداره که گپم بزنم بازم گفتم باشه بگم بیتره به خاطر که او یک آدم ساده حالی اگر من مثلا امروز برای شما یک گپ نزنم شما نفهمین صبح شاید گنده تر از این کار بکنه چون باشه شما برار نیمه با شما بگم از مال فلان جلوه وزیر بگیریم خوبیت نداره همین مادر پیرزان ما بشکه ما سه برداشته که برو بخونه هم شیریمه و تا رو گفتمی تا که میرم بشکه ما سر همه کامرا پیش ببرم مادر پیرزان ما خب برابر از رو رفته نمیتونه بعضی نمادر ما جلو شده بشکه ما شروع کرده بشه میدم کیر میگن شما همین برار شما گیلا کرد دیگه کیر میگم خود شما میفهمین که ساده خود شما میشناسید بشکه ما سر سر خود کشیده بعد از این مادر ما گفته صبر کو بشکه رو اینجا بگذار گیلا اگه تو میری باره برو بشکه خیلی پرتو کرده پیش مادر ما بجسته بره مال بوده ببین سر می کوچه که بعد کوچه بالا که به کنار سرک میره مادر ما به شهر برای این بشکه ما بره بخونه هم شیریمه بشه میده بشکه ما سر هم پرتو کرده خود هم بجسته بره مادر ما پس میاد بشکه خیلی به دسته که گیلا که امروز ما میته کار کرده گفتم باشه ما برای شما بگم که امیر شما از ایمیال پلان جلوگیری کنین خوبیت ندارید کار اگه نه ارزشی هم نداره خود شما میفهم یک بشکه ما 3 کیلویی دقیقاً کرای نمیکنه که ما بگم بازم گفتم مال به شما بگم بیتر خب ببخشید برادرم شما ببخشید تو امیت دیونه ساده است تو دامن ماسو بخوره با یک سر دیگر ببینی اونا رو هم میخوره چیشا از او اصلا از سیری نیه هم مادر شما که همسایه ما نیر میبینه میشناسه مادر شما بعد بشکه ماسو به دست نمیداد چیز خوردنی به دست گیلک باشه و سالم به در میره گردن ما بند باشه از هر کی مایه باشه یک چیز خوردنی به دست باشه اصلا طاقتی نمیه دل میترقه از اونا نخوره اگر نه به تازید ماس کمه چه روز که ما و شما به منجه ماس و دو شیر گمه منتها سرزنش کنیم ولی ما به پیار شما ایتا گفتم بعد خوبیت ندارن شما برار نمیه به شما میگم برای بگین که تا کارا نکنه کارای گپ نمیکنه حالا گفتم باشه بازم ما به شما باشه ما میفهمونم برادر خیر ببین شما ببخشید خیر ببین شما خدا سلامت باش یک بشکی ماست کرای زرگب میکنه به پیار بگوشتی به من میگی خود هم میگی که کرای نمیکنه بازم ور میداری میگی که ما به پیار پیتا نگفتم چی گفتم چه کارک کنم همین ساده نافهمه خود تو هم میگی ساده نافهمه وقت ساده نافهمه چه بشکی ماست به دست میدی خوب کاره که منور بخور اصلا 10 بشک ماست هم بودی میخور که دیگه شما ایتا کارا نکنی ایتا دلسوزی ها نکنی که بشکی ماست به دست بده با به پیار ما میگه با من سیوا میگه یک بشکی ماست 70 به قیمت
نی نوازم جانم نی می نوازم جانم جگرم صد پاره کردی که جیره آواره کردی جگرم صد پاره کردی که جیره آواره کردی کجا میری؟ میرم سهرا خو این لگ جو برار مرامزون همی پولای دا دکا بدم به پیار تو ماما نیروز همی دای مار به چینده بیدن هنی میدی به دستی نو نشا پیش ملوکه خرد چه راست میگی گیلا گمش کو تو خود خوب سر برده میتونی 2000 پول به سر ببری گپ مفتی نزی برو گیلا من تو امال میز میبرم سر جیت او بخور تیشنه پس برگرد بیا برو راست دیگه گپ مفت به گیلک نزنی که گدر من گیلک مال تو رو میداره اثر خو بالا میکنه میزنه جوجی مثل و نه اهل فکر کن من همی 2000 رو بدادم به دست تو کی اعتبار میبینه که همی 2000 به سر بره به دست پیار تو در عمر ککنینی نکنی به شکم کتی خو نکنی مرتکه مرغ مرده دست تو اعتبار نمیبینه 2000 پول اعتبار میبینه خرج شکم خود بر ندارم من به پیار خو میبرم گدر من یک بیپی به مادر خو به سر نمیبرم تو گی لگنه اثر مامانه روزی تو بفهمیدی برار من خودی 80 سن گپ زده او 50 سن شده حالا کم تو هم میگی من حق شکم خور ندارم برو شما پیار بچه هم تو دوگی بده نمیدونم لالا برو بده پلا خو میبرم سرگی نمی خرج نمیکنم برو گی لگنه کلوخ به تسر تو ندارم چشماتو به در تنگه برو به خرج نمیکنم بده برو کاکا برو بده که پیار میگه اگه دایا خلاص شه تو باسکل میخره رو دکنده برو گی لگ برو بده پلا به خدا خرج به دست خودی میگیری زور تو به کمر تو کاکو کلاکشی تو نگاه کن وقت کاچی غلوفتی روش که برو دیگه صد نشو بیار تو به سرایه کی بیار تو نه به سهرا بیا بریم بیا بریم راست خوب بگو به سرایه خاطری ما سو چی بیوا کنو به سرایه به بیا به سرایه به سرایه راست خوب بگو بیا به سرایه من پایا به دست میکنه گی نرخته نمیتونم راست خوب بگو خود تا اینجی بیا که به تو بگم یعنی بگیریشته مردم بیعقل سب کن اینجا میان سبز و با این همه لاز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا آی دین 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 نمیشه همینجا اینجا میانی سبز و با این همه ناز و ادا لا 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 به سرها به سرها دروغ میگم پیرمه برف پیش مادرمه دروغ میگم پیرمه سکو تابسه چرخنیه تابسه چرخ سکنیه ساده ساده بیار ما بگفتم بزی سرگی کلک میده بابا تجیر به تک کوچه تک کوچه باگ بود پلا شما بیاد پلا دایات ما گفتم بیا کبریم بابا ما به سرا و بخچه گفت اگه نمیمیرم به دست را به سرا برد که بده سر به دست تو نداد که بیاری بدی بابا میگه مرغ مرده به دست اعتبار نمیبینم شروع چرا نگفتی پیار ما به سرای و باخته ری کردی به سرا گفتم بابا خور میگرفتی میاوردی و دست میگرفتی میاوردی آخه تو چری تا کارا میکنی اول گفت پلا میرم به دست تو با یک بار گفت که مرغ مرده به تو اعتبار نمیبینم تو همین تا کارا کردی بابا که هیچ کس به تو اعتبار نمیبینه همین تا کارا میکنی که کسی به تو اعتبار نمیبینه شما اصلا بریم امی تمام امی قلگیر بپرسیم اصلا با شما یاد پشت پیاز اعتبار میبینم با من؟ با من اعمال ده دیریب زمین بخیرم اعتبار میکنم تو همین تا ابرو شما مگر زمین ها مدر بر بستانیم به شما اعتبار کنم چرا برتگه بیا ما گفتن شما کلا پاچی استاده بودی پولای نوردیم
بابا من از اون پول ماستم. آه خب پس بریم رو به سلام بریم که میره. خب بریم تو جلوتر برو که سعی کن که باز این بری بر نره. بدن پولار به دست مادر تو برداده یا نه؟ نه بریم شما من میرم رو باشه. کارایی میکنه این بچه من باور کن من 10 روپیه نمیارزه. خدای شما خیلی میارزه. من 10 روپیه تو نمیارزی بابا.